السلام عليك يا رسول الله. زمانی که رحمتی حاجی کامران در لحد میگذاشتم، خب لحظه آخری بود که همه به بیرون نبرآمدن و پدر حاجی کامران آخرین بار با پسرش سخن گفت. روی آورده به لحد اشاره بر رحمتی حاجی کامران میکرد و میگفت حاجی کامران دیدارا در قیامت. این لحظه تمام مردم اشک میریختند، حالا که پدر حاجی کامران زنده، بابی حاجی کامران زنده. اجل پروای پیغمبر ندارد، اجل پروای سیم و زر ندارد. عجب رسم است رسم آدمیزاد که جانش می رود باور ندارد. خدا رحمت و مغفرت و جوش جنت الفردوس گردانده باشه حاجی کامران. الله اکبر. بسیار درباره حاجی کامران علما سخنها میگم. حاضر یک نواری میدهک که در زندان، در جنگ نه، در زندان حاجی کامران به چی کارها مشغول بود. بدورین تماشا کنین. فقط خواهش میکنم در حق حاجی کامران دعای خیر، دعای نیک نه. پدر حاجی کامران فراموش نکنم گفت که چیزی بود نبود نسبت پسری من بخشیدم. همه با آواز بلند شنیدن. من بخشیدم. من شما رو برادران میگم که دیگر یگام گپی پس بلند نگین. ایخ گپ و ایخ رازبار دیگه تونا بر روز قیامت مونین. روز قیامت حاضر حاجی کامران در زندان به چی کارا مشغول بود. مرحمت تماشا کنید. قطع عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي وحدت قلب ورزقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حرائق علق يبقو يسأل خالقه فعت الوحي وإشرق. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.